سری میزنیم به دنیای خرطوخر درندگان. یکی از این درندگان پلنگ ننه ژله‌ای است که برای شکار از یک روش بسیار تخماتیکی استفاده می کند. او از لاپای شاخ و برگ رد شده و خیلی لاشیانه به طعمه نزدیک می شود. گوزنها روحشان هم خبر ندارد که تا لحظات دیگر خار مادرشان روغن کاری خواهد شد. لحظه روغن کاری نزدیک است. گوزنها از شدت ترس شاخشان ترک خورده و هر کدام به سمت جیم فنگ می کنند. اما پلنگ کار کشته تر از این حرف است. گوزن گوشانس به ترتر افتاده و در میان چنگال های پلنگ دار فانی را فدا می گوید.